با نام یاد خدا. سلام، لیما پوپل هستم از یوتیوب چینل من. در خدمت شما قرار گرفتیم. به یک نمایشگاه بسیار بزرگ تسلزرمتی آمدیم در شهر کابل. امیدوار هستم از برنامه که با شما تقدیم میکنم مستفید شوین. با ما همراه باشین. بیننده عزیز، من قسمی که براتون یادآور شدم در یکی از فروشگاه‌های بزرگ پرده فروشی تسلزرمتی قرار داریم و همچنان حالا آمدیم که یک معرفی بسیار کوتاه و مختصر درباره انواع پرده، دکاش، همچنان سرتختی، همش کلا ایشان بر ما یک معلومات بسیار مختصر یا کوچک درباره‌اش بده و حالا از خودشان میشنویم درباره تمام محصولاتی که از بیرون وارد کرده. برای شما میخوایم یک معلومات مختصر بدن باشم. سلام، روزتان بخیر آقای محترم. سلام، خوش آمدین به شرکت پرده فروشی تسلزرمتی. موجب الله قریشی هستم، مسئول عمومی فروشات شرکت پرده فروشی تسلزرمتی و یک سلام خاص خدمت هموطنان ما که در داخل و خارج کشور قرار دارند. خوش آمدید. قربان شما، بسیار زیاد تشکر. شما خوش باشین دیگه. امیدوار هستم یک معلومات مختصر در مورد محصولاتی که ما فعلا از شما معلومات میگیریم بر بیننده‌های عزیز ما بگوین و بگوین که چی نوع محصول است، از کجا وارد میکنین، بیشترین فروشات کدام محصولتان داره دیگه. از شما در مورد تمام محصولاتان ان شاء الله میشنویم. به خدمتتان هستیم ان شاء الله. اولتر از همه که شرکت پرده فروشی تسلزرمتی در دو بخش خدمات برای هموطنان عزیز ما در داخل و خارج از کشور ارائه میکنن که خدمات بخش فیزیکی و یا آفلاین برش گفته میتونیم و بخش خدمات آنلاین ما که نظر به خواست و تقاضای هموطنان عزیز ما که در خارج از کشور بعد از تحولات کونا مهاجر شدن رفتن، اونا باید رهبری ما تماس داشتن و خواست اونا بود که ما بتونیم خدمات آنلاین خودم فعال بسازیم که در بخش خدمات آنلاین خود ما میتونیم که جنس هم فرمایش بگیریم، هم در به منزل برشان انتقال بدیم که دی بخشش کدام مشکل نیست و همچنان بخش فیزیکی ما که میشه هموطنان عزیز ما نزدیک بیان جنس های ما رو مشاهده بکنن و نظر به خواستشان ما انشاءالله به خدمتشان هستیم. سلامت باشین، زنده باشین انشالله. پس میریم دیگه ازشان درباره جنسایی که هست و میبینیم و پرسان میکنیم. بیننده عزیز، دوست عزیز، ما ماشاءالله این پرده فروشی خیلی بزرگ است، 3 منزل داره که ما فعلا آمدیم بالا و فعلا با مسئول فروشندهش آقای مزمل یک معرفی کوتاه می داشته باشیم، بعد سر محصولات فروشش میریم ان شاء الله یک صحبت کوتاه می داشته باشیم. سلام آقای مزمل، وقتتان بخیر. علیکم السلام، وقت شما بخیر. بخیر آمدین ان شاء الله. قربان شما، سلامت باشین آقای مزمل. امیدوار هستم درباره فروشاتی که شما دارین و پرده هایتان، توشک هایتان، همه چیزتان به بیننده‌های عزیز ما یک معلومات مختصر و کوتاه داشته باشین. پرده خواسته وارد کننده مثلا چین است، ترکیه است، تاجیکستان است. از 3 مملکت که جور میشه. مثلا این پرده است خامکی است، این خامکش تاجیکی است. مثلا پیش یه افغانستان هم جور میکرد با دستوزی میکرد، یا ماشین جور شده، مثلا ماشینی است خامکش. این پرده است مثلا توشک است، مجلس عربی است، این چیز است. حالا میایم به سر نمونه هاش که نمونه هاش آقای مزمل بر ما معرفی کنه، تکیش نمونه‌اش که چقدر فروشنده داره. البته آقای مزمل بخیر باشه. این معرفی میکنم برات. این تاجیکی است، این پرده است. این پرده ایش هست که باز ما شیپ نو زدیم که کل رنگایش هم جویزان هستن. این پرده ایش هست که مثلا این کلش خامک کار شده، باز یک دانه خال کار شده. این خال مکمل باش خامک است. شکر الحمدلله پروشات ما خوب است، نسبت به بازار ان شاء الله خوب است. از ما خدا را شکر. باز بیشترین فروش کدام رنگ از اینا داره آقای مزمل؟ بهترین فروش این قهوه‌ای زیادتر مردم خوش میکنه. این کریمی رنگ که است، همیالی که نشان دادم برای شما، این رنگ زیاد خوش میکنه. این رنگ‌ها زیاد مود است. و در کجا؟ با سالون، خانه نشینمند، با کدام بخشی پرده رو زیادتر استفاده میکنن مشتریایتان میبرن ازتان؟ این تو با سالونی خوبش است، چرا که زیادتر ساده است، خامکش کم است و دیگه این خامک است چند رنگ است. این کالینا که حالا زیاد کالین که مود شده چند رنگه میایه که به خاطر از این ما چند رنگ خامک زدیم که کتی کالینا بیشتر میخواد. یعنی شما بیشترین فروشات پرده تا نظر به رنگ قالین است، درست است؟ نظر به رنگ قالین است، نظر به رنگ دیوال است، نظر به چیز تخت است، سرتختی است، این کل چیزا رو
بسیار تشکر آقای مزمل. حالا میریم ادامه میتیم. دوستای عزیز، اینجا یک پرده خیلی قشنگ و مقبول که آقای مزمل درباره رنگ ازی، فروش ازی و همچنان کاربرد ازی که چقدر این پرده مثلا فروشنده داره و تکیش از کجا صادر وارد میشه و شما میخرین، جنسیت تکیش چی است و اینا چند رنگ داره، بر ما یک معلومات بسیار مختصر میده. آقای مزمل، این پرده تان چند رنگ داره، تکیش چی است و از کدام کشور شما وارد کردینش؟ اینی پرده که است این موره است، بازبرگ برآمدگی داره. نه این دو گل داره که این رنگایش است. 5 رنگ داره که کریمی است، نقره‌ای است، طلایی است، سفید است، نقره‌ای تاریک‌تر است. باز این تو عشه که شما میبینین این عشیشه با جدا کتش میایه و دیگه ای اصلا ترکی دیزاین ترکی است ولی جور کردیم در چین. باز 2 گل داره، رنگایش هم مختلف است. فقط 2 گل داره و رنگ های مختلف داره، درست است؟ بله 2 گل نمی داره، باز 5 گل دیگه هم داره که او باز در بخشای پایین است. تکیشان اسم خاص خودش داره یا فقط به نام جالی یاد میشه؟ نه با نام جالی ترکی است، گل برآمدگی. فروشش چقدر است؟ واقعا مشتری مورد پسند مشتری قرار میگیره و یا که چون رنگش تاریک است بعضیا نمیپذیره، ولی اگر مثلا به خاطر رنگ تاریکش یا که رنگ شیک داره مشتری تا میپذیره، کدامش؟ نه بهترین رنگ از نام رنگش، یعنی تاپ ترین رنگ در دکان منمی است. اینمی رنگا را زیاد مردم خوش میگیرن به خاطر که کتی چوب میخوانه، کتی هر چیز میخوانه سفید است. این زیادتر مشتری ها اینمی رنگا را خوش دارن. آقای مزمل میگه که بی‌ترین رنگ است، تاپ‌ترین رنگ دکانشان است و بی‌ترین مشتری را هم همین رنگ داره. درست است آقای مزمل؟ چون شیک است. بله. خیلی تشکر. و اسم پردهش چی است؟ جالی پرده است؟ تکیش اسمش کلا چی نام گذاری میکنین شما؟ جالی پرده هم گفته میشه. زیادتر مردم است که تنها همین جالیش هم میگیرن. جالی پرده هم گفته میشه. مثلا ما این جالی را در دو بغلش که انداختیم این جال نام داره، با نام کتوار یاد میشه. اینمی هم گلای نوش هست، 4 گلی هم داره، باز رنگای مختلفی هم داره که از این چیز میشه، بازی از شیشه همون نمونه چیزش هم میکشه. آیا همی پرده مقبولتان امروز البته 100% دیگه پرده و توشک اینا هم داره، درست است؟ بله توشک هم داره، مثلا مجلس عربی هم میشه کتش، همه چیز ان شاء الله میشه. سید بسته است کلا؟ مکمل سید بسته است. مثلا سرتختی هم داریم، مجلس عربی هم داریم، توشک هم داریم. خب لوازم خانه که مثلا مربوط پرده میشه کل چیزش داره. دیش اوس د خاغل مزمل صاحب څخه راغلی چې د عربي سید په هکله مونږ ته ښه یو ښه معلومات مونږ ته وړاندې کړي او تاسو ته هم چې وګورو دغه محصول د کوم ځای څخه راغلی ده، د ګرده خوښوي که نه خوښوي، دا څنګه یو محصول ده او د کوم کشور د کوم هیواد دی. خاغل مزمل ډیر یو کوچنکه معلومات په دې هکله مونږ ته وړاندې کړي چې زموږ ګرانو پیرودونکو ګرده وګوري چې دا څنګه سیټ دي و دا څنګه خرڅوي، تاسو مشهوره ده نه ده، څوک کولی شي دا ورانیسي که نه؟ دا مجلس عربي ده، دا مخصوص د سالونو لپاره ډیر خلک خوښوي. د دې په خاطر باندې چې دا ډیر ښایسته راځي. یو رقم دی چې مکمل سپنجي راځي، چې مکمل سپنجي او داسې دي لرګي دي. دا مجلس عربي مخکې دلته نه جوړېدو، ولې دا د عربستان موډ ده. مخکې تیاره تلو، اوس دلته الحمدلله دلته مو نفر لرو، کاریګر لرو چې دا جوړوي او په بهترینه کیفیت او بهترینه شی ورته جوړېږي، تسلیموي به یې ورته. دغه یې بالښتونه دي چې خپل بالښت لري، دغه یې د څنګ د بغل بالښت ده، دغه یې د شات تکیه ده چې دا یې تکیه دي ټولې مکملې، او دا لاندې توشکه ده، فوم او سپنج کار کېږي. اول یو 10 سانتي فوم ده، بیا 2.5 سانتي عربي فوم، هغه چې سپنج ده، تور سپنج عربي ورته وایي، هغه بهترینه شی راځي. انشاءالله ضمانت به مې کینی به نه خرابېږي به نه. ډیره زیاته مننه ښاغلی مزمله. اوس موږ ته ووایي چې دغه کم خلک دا رانیسي. داسې ده چې په افغانستان کې د څوک هغه څوک اقتصاد ډیر ضعیف دی، هغه څوک چې ډیر روپۍ نه لري نشي کولی دغه تجاران رانیسي، که کم خلک یا معمولي خلک هم ځینې وختونه رانیسي. نه الحمدلله ټول اقتصاد صحیح ده، سم ده، مشکل نشته انشاءالله. په اقتصاد کې
انشالله سم دی مشکل نه لري خو زیاتره خلک دي چې هغه خپل کاروبار لري دلته تجارت لري هغه خلک دا شیان ډېر خوښوي. ډیره زیاته مننه ښاغلی مزمله. نور اوس تاسو ګرانو پیرودونکو نور تصور تاسو ګورئ و موږ هم ځو نور پردو ته حتما ښاغلی مزمل موږ سره ده معلومات تاسو ته وړاندې کوي. خوش آمدین دوستان عزیز. یک پرده بسیار مقبول با یک رنگ بسیار متفاوت ما و شما میبینیم که خیلی یک رنگ متفاوت مقبول در بینش کار شده و از آقای مزمل میشنویم که این رنگ چی رنگ است، تکیش از کجا وارد شده و چقدر یعنی فروش داره و کلا یک دیزاین خیلی متفاوت‌تر خیلی مقبول شیک و ساده ما در اینجا میبینم. آقای مزمل درباره پرده مقبولتان بر ما یک معلومات بسیار مختصر بدین که چی رنگ است، بر رنگ چی یاد میشه و یا رنگ‌های مختلف دیگه هم داره یا نه؟ این به رنگ زنگالی یاد میشه که این 7 رنگ داره. دیگه رنگایش هم هست که لاجوردی داره، نقره‌ای داره، نسواری داره، رنگای مختلف داره، مشکل نداره. هر رنگ که مردم بخواه جور میشه و این رنگا و لاجوردی رنگای این تو رنگا مثلا ما جور میکنیم، کوشش میکنیم که اون رنگا زیادتر کتی کالینا مثلا کالینا زیادتر زنگالی و لاجوردی مود شده که با به همون مود از همون پیش میریم. بسیار تشکر آقای مزمل. اینال گفتین رنگ‌های متفاوت داره، از کدام کشوری را وارد کردین و این کدام مدل پرده گفته میشه؟ وقتی به فروشنده شما محصولتان میفروشین نام پرده را چی میگین؟ یعنی چه رقم شما میفروشین به مشتریتان؟ دیزاین ترکی است. خو این ما از ترکیه به این خاطر وارد نکردیم که در ترکیه مثلا مترش 1500 به خود ما تمام میشه، ولی را ما میبریم در چین اوجا جور کردیم، اوجا به ما ارزان تمام میشه، ولی از کوالیتی ترکیه قدم بالا آمده. و این رنگایش هست با نام یخکی هستن، پرده یخکی و پلنگی، یعنی هر دو نام گرفته میشه برای ازی و اصلی دیزاین ترکی. آها بسیار خوب. به نام پرده یخکی قسم که شما میبینید بین عزیز یخکی و پلنگی گفتین. به نام یخکی و پلنگی یاد میشه که باز این چیز توشکش هم هست، این از این جایشه باز توشکش هم فکس سید خودش هست. بسیار خوب، تشکر میکنم آقای مزمل. یعنی بر رنگ پردهشان اینا یک سیت مکمل توشک بالش هم همچنان میدن. یعنی چقدر فروش دارن نسبت به دیگه پردهتان؟ فروش بالاست یا خوب است یا در حد اوسط است؟ الحمدلله فروش ما خو از کلش از هر تکه که بخوای انشالله فروش ما از کل پرده است. و این پرده که زیاتر حال شما چیز کردین زیاترش کلش نا آمده فروش داره الحمدلله. بسیار تشکر آقای مزمل. شما تصویر بیننده باشین دوستان عزیز، ما میریم دنبال یک مدل جدید دیگه. دوستان عزیز ما آمدیم در قسمت منزل دوم همین پرده فروشی که اینجا قسمت که شما میبینید بسیار یک پرده شیک مقبول که ما واقعا برای من نسبت به دیگه پردهش هم حالی بود ولی برای من خیلی خوشایند تمام شد دیگه. از آقای مزمل در مورد از این پرده دیزاینش، دوختش، تکیش همیشه میخوایم بشنویم و بسیار یک معلومات مختصر میخوایم از ایشان داشته باشیم. آقای مزمل دوختش در کجا شده، تکیش از کجا وارد شده و چند رنگ داره؟ تکیش از چین وارد شده. این دیزاین ایرانی است. این دیزاین که است این دیزاین ایرانی است که اینجا جور شده. الحمدلله ما خیاطا داریم، بخش خیاطا داریم، چیز داریم که ایده اینجا جور میشه و این چیزش که میبینی کریمیش گل دیگهش است و یاسمندی گل دیگهش است. باز این دواسطش یک تاج است، نه تاج مویزان میشه. بسیار تشکر. یعنی دو رنگ میکس شده، یکی یاسمندی و کرمی. دیگه رنگای مثلا دو رنگ دیگه مختلف فقط هم یک رنگ داره یا دو رنگ دیگه مخلوط کردین و ساختینش؟ نه در میار گلش 5 رنگش هست که باز مثلا میتونه رنگایش اگه چنج کنه رنگایش هم هست، مشکل نیست. یعنی میتونن تغییر تبدیل هم کنه، هیچ مشکل نداره؟ بله هیچ مشکل نداره. و در قسمت هضمی رنگ کریمیش فقط چنج میشه یا یاسمندیش کدامش مثلا چنج میشه و کدامش همیشه ثابت باقی میمونه و یا نه دو رنگ مختلف دیگر هم کار گرفته میتونه؟ نه مشکل نداره، تو ثابت نیست که باید حتما این رنگ شوه، نه میشه که کریمیش در سر بیای یاسمندیش در زیر دوخته شوه یا مثلا دیگر رنگاش هم تو مشکل نداره چنج میشه.
یعنی تغییر تبدیل داره. و حالا از شما میشنویم اسم تکیش چی است و شما که به فروشنده میخواین بفروشین به نام پرده چی؟ مثلا بعضی پرده ها اسم داره، این به اسم چی میفروشین و تکیش جنسیتش از به نام چی تکیات میشه؟ تکی جالی پرده است. خب ما اینجا میفروشیم بادام گل مثلا. این گل بادام داره. به نام بادام گل. بسیار خوب، تشکر میکنم آقای مزمل. از بس که زیاد مرخوشم آمد ان شاء الله خرید ازدواجم ما میخوایم بیایم. و آقای مزمل به من تخفیف میتین یا نه؟ بخیر ان شاء الله تو بیایم باز گپ میزنیم. اما قسم فعلا میگین یا واقعا برام تخفیف میتین؟ نه تخفیف میتیم، مشکل نیست. بیننده شما شاهد باشید بعد میایم از آقای مزمل درباره همین پرده فقط چون زیاد خوشم آمده دو رنگ که من واقعا علاقه‌مندش هستم، کرمی و یاسمندی هست. ان شاء الله از آقای مزمل تخفیف فوق العاده میگیرم. شما شاهد یا باشید. دیگه میریم بقیه ادامه میدیم. شما تصویر بیننده باشین. ان شاء الله دیگه به شما با کمک آقای مزمل به شما معلومات ان شاء الله تقدیم میکنیم. بینتو عزیز، اینجا یک پرده خیلی مقبول است که من رنگ از این زیاد دوست دارم. رنگ سبز، رنگ دلخواه خودم است. دیگه در مورد از این آقای مزمل که بر ما معلومات میده که چند تا کار شده، چون من اینجا دو تا کار میبینم، یکی پرده است یکی جالی است و نمیفهمی دیگه شک خودشان ایشان براتون معلومات میده. البته دو تا نیست سه تا میبینم که خود آقای مزمل میگه که چند تا کار شده و رنگای مختلف هم داره یا نه. یکی است ای به نام مورایی است، باز گل برآمدگی، چیزی که در منزل سی نشان براتون دادم. یک گلای دیگه است که ای از خودش این تو اشیش است، یعنی اشیش است که از خودش است کتش این تو اش دوخته میشه. باز اینی که است ای بخمل است، بخمل ماشی رنگ، یگان تا یشمی میگه یگان تا ماشی میگه و دیگه مشتری ها سر نام میده برش. و دیگه اینی هر دو در بغلش کار میشه و جالی وسطش است که باز رنگای دیگه مختلف داره و گلای دیگه هم داره. بسیار تشکر آقای مزمل. کدام رنگش بیشتر مثلا مورد پسند مشتری قرار میگیره و بیشتر فروش داره؟ کدام رنگ از اینا هست؟ یا تو مثلا مشخص نیست فقط دیزاینش خوش میکنن رنگش زیاد مهم نیست؟ این رنگ که هست این رنگ نو است، مود نو است. این رنگ زیاد مردم خوش میکنه، سفید و کریمی هم زیاد مردم خوش میکنه. این رنگ هست که مشتری زیاد علاقه‌مندش است. بسیار تشکر. یعنی این رنگ سفید و بعضیا سبز بعضیا ماشی میگن، یعنی این دو رنگ یکی سفید گفته میشه یکی سبز ماشی، درست است؟ نه رنگای مثلا دیگهش داره، تقریبا 5 رنگ داره. بعد در 5 رنگ باز هر رنگ که مشتری انتخاب کرد خب این زیادتر مشتری انتخاب میکنه، یعنی به اتاقای خواب زیاد مردم خوش میکنه. بیشتر با اتاقای خواب استفاده میشه. چی یک سیت مقبول است اینا دیگه؟ مثلا دیگه توشک و بالشت اینایش از کلا دیگه بعضی وقت مشتری اینو فقط تنها خریداری میکنن یا با کلا سیت بسته یا فقط پردهش دوست دارن بخرن؟ یعنی مشتری متفاوت هم شما دیگه دارین یا نه بعضیا کلا سیت بسته میخرن؟ نه هست متفاوت است. مشتری زیادترش باز یک سیت میگیره، مثلا این توشک میگیره این پردهش میگیره. تو چیز نیست که باید حتما توشک پرده بخره. نه هر رقم که مشتری خوش داره مشکل نیست. فصل چطور؟ مثلا این تکیش بخمل از گفتین درست است. فصل چطور؟ یعنی فصل برشون مهم نیست، زمستان تابستان نداره کلا میان خریداری میکنن؟ نه چیزا در تابستان و زمستان نمیخواد دیگه. این کلگی بخمل رقم است و بخمل گفته نمیشه. بسیار تشکر آقای مزمل. بیننده عزیز شما میبینید بسیار یک رنگ مقبول، یک سیت کلا جدید آقای مزمل گفته تازه به بازار وارد شده دیگه. شما برید تصویر بعدی را بیننده باشین، ان شاء الله ادامه میدیم و از آقای مزمل بیشتر میشنویم. دوستو آمدیم بالاخره به منزل اولی که در اینجا بسیار توشک پردای خیلی مقبول است که از اون جمله ما یکیش بسیار یک توش بسیار شیک پیک است که ما انتخابش کردیم بر رنگ نسواری. درباره از آقا مزمل بسیار مختصر فقط در مورد رنگش و تکیش اسمش چی است، از کدام کشور وارد میشه، فقط همین 3 جزئیات ازش پرسان میکنیم که بسیار یک رنگ مقبول داره. آقا مزمل دیگه رنگاش هم داره و یا فقط یک رنگ است و از کدام کشور ای وارد بشه؟
این خو ما برات گفتم هم 3 کشور است، از 3 کشور وارد میشه و یکی است این تکه دوباره است. تکه دوباره است، باز تکیش هم تا نمیخوره، پشت سرش چیز داره، استر داره. تکه دوباره است و به سرش استر داره دیگه. کلا هم یک رنگ داره یا رنگ‌های مختلف هم امروش میکس شده؟ نه، رنگ‌های مختلف هم داره و گل‌های مختلف هم داره که دایی باز تقریبا 3 گلش هست، باز هر کدامش 5 رنگ داره. بسیار تشکر. اسم تکیش چی است؟ شما ایره به فروشنده چه قسم به عنوان چی مثلا نامگذاری کردین و بر چه قسم به عنوان کدام تکه میفروشید؟ به عنوان تکی بخمل، این گلش از بخمل کار شده. این گلش دیگه تکم بخمل رقم است، پشت سرش استر داره. بسیار تشکر آقای مزمل. دوستای عزیز ما ادامه میدیم، شما همینطور همراه ما باشین و ما رو تنها نمانین. دوستای عزیز یک بخش خیلی جذاب، خیلی دیدنی که بخش سرتختی های ماست. آمدیم با آقا مزمل که در این قسمت هم میخواییم درباره سرتختی خودشون یک معلومات بسیار کوتاه و مختصر بر ما بده که چند بالشته هستن، بالشتهشون فرق میکنن نمیکنه و در قسمت قیمتشان که قیمت های کلشون یکسان است و یا فرق داره، هر کدامش قیمت های مختلف داره. آقا مزمل سرتختی ها یا تخت هایتان کلاً چند بالشته می باشه معمولاً، یعنی در عدد معمولیش و رنگ‌های مختلف و با کدام قیمت‌ها شما ایره به فروشنده در اختیارشان میمانید؟ سرتختی تو نرخ اول خو نرخ مشخص نداره، همه هر چیز مثلا که میخری تفاوت داره، جنسش هم کیفیتش هم هر چیز تفاوت داره و اینی که است اینی داتیکایی است، کمفلم داره، شیتلیاب داره، سرتختی داره، رویکاش داره، 6 دانه بالش داره که 2 دانه به دیزاین خودش هست، 2 دانه سفید است که به دیزاین یعنی دیزاینش هست و 2 دانه سادهش هست که به خواب میشه. بسیار تشکر. آیا این سرتختیتان مثلا نام مشخص داره مثل که پرده و توشک‌هایتان داشت؟ آیا سرتختیتان هم نام مشخص داره یا خیر؟ این که از سرتختی کلش ترکی است، بازی نام داره، مشخص نام داره، از کمپانی ایلارت نامش هست، با نام ایلارت. بسیار تشکر. گفتین که 6 بالشته هست. کلا سرتختیتان 6 بالشته هست و یا نه 4 5 مختلف هستن؟ نه اصلا بالش حساب نمیشه، این چند تکه مثلا میه از 3 تکه گرفته تا 10 تکه 12 تکه این تو حساب میشه که مثلا 6 بالش هست، یک شتیلابش هست، کمفرش هست و سرتختیش هست، رویکش هست، 10 تکه به این گفته میشه. بسیار تشکر آقای مزمل. مثلا من به عنوان مشتری وقتی وارد فروشگاه شما میشم، من مثلا مشتری میگم که من یک سرتختی 4 بالشته میخوایم، این قسم امکان داره یا نه خیر؟ مشکل نداره، میشه. بسیار تشکر. دوستا ادامه میدیم با آقا مزمل دیگه. سرتختی ها رو شما بیاین با ما یک جا همراه باشین ببینین که خیلی یک دیزاینای شیک مقبول همچنان اینا رو ببینین و آقا مزمل ناگفته نمانه سرتختیتون خیلی مقبول است به کشورهای یعنی بیرون از افغانستان، به کشورهای خارج، یعنی صادر میکنین مشتری هست که بیای بخره و ببره به کشورهای خارج یا خیر؟ والله تو است که ما پروش ما از افغانستان کده به خارج زیاد است. در این وقتا مثلا جرمنی و لندن و امریکا در این کشورها از ما زیاد پرده میره. سرتختی همچنان، همینطور توشکش باز ما کارگو سیستم کارگو را فعال کردیم که ما تا خانهش رسانده میتونم، تا خارج هر جایی که باشه آنلاین برش مثلا رسانده میتونم. بسیار خوب. یعنی از آنلاین بس کردین، یعنی مثلا یک مشتری داره شما در کشور لندن، وقتی با شما به تماس شود شما یک خدمات رو بر از اونا آماده ساختین که به دسترسشون قرار میگیره، درست؟ بله، با ایتو مشتری داریم که او اینجا بیچاره هیچ کسی نداره، هر جا برای ما مثلا زنگ میزنه یا تماس میگیره چیز میکنه، باز از جا ما روان میکنیم و با پیسه رو حواله میکنه، از جا ما روان میکنیم دارید هم خانش تسلیم شده. شما بسیار کار نیک میکنین که هموطنان ما رو کمک میکنین، چون کسایی از گفته شما که در داخل افغانستان کسر نداره. و هزینهش چه قسم میشه؟ یعنی هزینه یا مالیاتش با پول یک جای حساب میکنین یا یعنی رایگان است تو؟ نه او چیزایش ما حساب نمیکنیم، ما کیلوگرمی که مثلا کیلوی چند میبریم با نمره میبریم خلاص دیگه اونم چیزایی که اوجا سرش میایه مالیه و چیزایی که سرش میایه او را یگان تا شما میتیم، یگان تا شما خودم نفر میپامه و کارشون. کلا کیلوگرکی دیگه شما چی میکنید؟ آخو کیلوگرکی برده میشه خارج.
بسیار تشکر آقای مزمل. بینید عزیز، شما تصویر از سرتختی بسیار مقبول و مفشنگ داشته باشین. همراه ما ادامه میتیم. اینجا یک رنگ دیگه هم که خیلی یک رنگ مقبول شیک است. فکر کنم البته اگه ما دختران کوری رنگ نداشته باشیم کریمی یاد میشه، کریمی و سفید که دو رنگ خیلی شیک. البته که کاربردش فعلا در شرایط فعلی زیاد است. دیگه این آقای مزمل فقط بسیار کوتاه بگوین که بدون از این رنگ دیگر رنگام داره و یا فقط همین رنگ است و فکر کنم سرتختی ترکی درست است؟ ترکی سرتختی خو مکمل ترکی است. ما سرتختی دیگه جای نداریم و دیگه اینی که است. خیر تو بخلم غلط کردی. این رنگ طلایی است، رنگ طلایی گفته میشه به این. با سفید و کریمیش هم است، سفید خالصش هم است، دیگه رنگاش هم مختلف است. دیگه ببخشید بینید عزیز، من اشتباه کردم گفت که این کریمی نیست، دیگه رنگاش هم همچنان دارین. اینجا آقای مزمل فکر کنم 5 بالشت است، درست است؟ 5 بالشت است، یعنی دیگه کم مشکل نداره دیگه، هر رقم دیزاین که باشه هیچ فرقی نمیکنه. این هفتگی است. این هفتگی گفته میشه که یک سرتختی داره، یک شیت پوش داره و دیگه یعنی 5 دانه بالش داره. این هفتگی گفته میشه. پیشتر که بر شما من نشان دادم و دتیکایی بود. آقای مزمل درباره امی توشکایتان فقط برام بگوین که این ماشاءالله رنگش هم خیلی زیاد است که من که میبینم شاید یک 12-13 رنگ داشته باشه، ولی فقط بگوین اسم تکیش کجاست، چی نامیده میشه و از کجا؟ فکر کنم میام کشور ترکیه است، درست است؟ بله هم. ولی به نظر تاجیکستانی معلوم میشه. به نام تاجیکی هم یاد میشه، به نام کالنچایی هم مردم میگه برش، ولی تیکه است، بهترین تیکه است، جنسیتش کالاتیش بسیار بالاست. در این جنس های بدل ما سرزان میایه، بازی چیزا که است کالاتیش بسیار بالاست. یعنی بجز از شما دیگه نفرا میتونه خرید فروشش کنه به عنوان از اینکه شما جنس اصلیش میارین یا اینکه کاپی هم هست، بعض مثلا گوشی ها واره کاپی هم داره؟ ما خب پیشتر برگردم هر کسی که مثلا بخواه که یک چیز صحیح بیاره در هر جای پیدا میشه. ما مثلا اونجا در چین میریم، مثلا در اونجا میبینیم که دیزاینر را پیش میکنه که این قیمت داره، این قیمت داره. ما به خاطر که ما مشتریای ما دیگه جای مثلا خریداری نمیکنه، او میفهمه جنس ما را، میفهمه جنس ما را میشناسه و می خاطر ما کوشش میکنیم که جنس بالاتر، جنس خوبتر و بهتر باشه. بسیار تشکر آقا مزمل. فقط به عنوان آخرین سوال از آقا مزمل پرسان میکنیم که آیا خرید فروشتان در دوران جمهوریت خوب بود یا فعلا که هستین خوب است؟ کدامش بهترتر بود؟ او دوران بهترتر مثلا خرید فروش میکردین و مشتری داشتین یا فعلا شرایط فعلا براتون خوب است؟ بسیار کوتاه جواب از شما میشنویم. او وقتم الحمدلله کار ما خوب است، به خاطر که ما شرکت ما نام داره، در بین چیز بین المللی نام داره. تو چیز نیست که یک کسی در افغانستان بشناسه، خارج از افغانستان هم مردم میشناسه شرکت پرده اتصال زرمتی را که از هر کسی پرسان کنی برات میگه چی داره چی نداره. ولی جنس های ما یکم ذره قیمت ترین است. خب جنس ما بسیار بالا است، جنس دوام بیشتر داره که مثلا ورا تو که میخرید 200 و 300 و چیزا را در یک شش از ما بین میره، ولی ایره که 10 شش تنبتی انشالله ثابت میمانه. بسیار زیاد تشکر دوستای عزیز. حالا دیگه آقا مزمل هم زیاد خسته ساختیم دیگه، بخشش باشه. حالا دیگه قسمت برنامه از حضورشان مرخص میشیم، میریم و یک خداحافظی بسیار کوتاه و یک پیام بسیار کوتاه به بیننده داشته باشین دیگه. ما از حضورتون مرخص میشیم و میریم. بخیر باشین. پیامتون چی است؟ پیام مایی است که بیاین از این پرده بگیرین و دیگه مردمی که مثلا از افغانستان رفته خواهش ما می است که در افغانستان برگرده و یا افغانستان که ما شما جور نکنیم دیگه کسی نمیه که برای ما جور کنه افغانستان. ما میخوایم که ما کلش بیایه و افغانستان به همگی و یک جایی جور کنیم. بسیار تشکر آقای مزمل، وقت خوش برتان میخوایم. انشالله موفق کامگار در هر رسی زندگی باشین و یک خرید خوب و انشالله یک فروشنده خوب که البته هستین و خریداری خوب خیلی پیدا کنین دیگه. بر شما وقت خوش میخوایم، موفقیت بی پایان برتان آرزو دارم. تشکر، زنده باشی، سپاسگزار از شما. تشکر.
بیننده‌های عزیز، این بود برنامه امروزی ما که با یک نمایشگاه بسیار بزرگ شهر کابل آمدیم. امیدوار هستم از برنامه ما مستفید شده باشین و براتون خوشایند تمام شده باشه و در بخش‌های بعدی که برنامه‌های بعدی را برای شما ما ان شاءالله به نشر میرسانیم براتون خوشایند تمام شه و از یک چیز یاد بگیرین و مستفید شین. تا برنامه بعدی شما تک تک دوستای عزیز بالای بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان. به خدا میسپارمتان. خدا.